بعد از ظهر در تقریبا آن همین ساعت‌ها در نزد نقطه‌های تبادل اسعار تشکیلات‌های قرضی و بانک‌های دوشنبه کسی به نظر نمی‌رسد، چون در این وقت و ساعت دریافت دلار در این نقطه‌ها غیر امکان است. ولی صبح بر وقت حتی از ساعت‌های 2 شب مردم در این نقطه‌ها نوبت می‌پویند تا برای خود دلار بخرند. تاجران میگویند برای از خارج وارد کردن محصولات آنها باید روز و ماه‌ها پشت در بانک‌ها نوبت بپایند تا مبلغ کافی برای سفر تجارتی را به دست بیارند. برخی از صاحبکاران با علت محدودیت در دریافت دلار آمریکایی ماه‌ها برای وارد کردن بار به خارج کشور نرفتند و تجارتشان خیلی ضعیف شده است. سبب اصلی کمچین شوی دلار در بانک‌ها را تاجران در زیادشوی فاصله میان قرب رسمی و قرب بازار سیاه می‌دانند. امروز من 22.90 بودم، سیرم نرسید. با اینجا هست یک بانک دیگر اینجا اجرت میرسید. اینجا هم از سهر سولیم اجرت هم نرسید برای ضبط کردن پگاه برای دیگر روز. فقط اینجا پاتنت خطی $200 میداد است. بعد بانکی امانی سری نه. میام هر 10 روزی کاری بعد 10 روزی کاری یک مرتبه $200 پاتنت رو به میداد است. 10 نفر دا $100 بی پاتنت رو به میداد است. در حال حاضر به گفته آنها در بازار سیاه $100 آمریکایی بیشتر از 1000 سامانی فروخته می شود، اما قرب رسمی $1 هنوز هم 9 سامانی و 44 درهم باقی مانده است. این است که اکثر مردم دیگر به نقطه های تبادل اسعار بانک و تشکیلات های قرضی کم مراجعت می کنند و در ضمن بانک ها نیز از دریافت دلار ارزان محروم ماندند. در یک روز از $500 زیاد به ما برای فروختن مراجعت نمی کنند، لیکن ما در یک روز در خود فعل شهر دوشنبه زیاده است، از همه کم تا $10,000 یک روز مبادله میکنیم در شهر دوشنبه. نمایندگی های تشکیلات های قرضی و بانک ها دلاری نقد را قبل از همه برای مشتریان خود، افرادی که از طریق این بانک ها از خارج پول انتقال میدهند، پیشنهاد میکنند. در ضمن بانک ها میگویند حجم انتقال مبلغ مهاجران مخصوصا از روسیه به تاجیکستان با دلار آمریکایی افزایش یافته است، زیرا مهاجران میدانند که اگر مبلغ کارکردهشان را با روبل انتقال دهند، بر اساس دستور بانک ملی نزدیکانشان در تاجیکستان آن را بعد تبادل با قرب رسمی سامانی از بانک خواهند گرفت.